سلام عرض میکنم خدمت عزیزان در برنامه آگاهی و آرامش. امیدوارم که حالتون خوب و ایام به کامتون باشه. با برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع صحبت اینه که قبله ما چیست؟ پیوست ما در برابر کدامین قبله هستیم؟ شاید این رو به عنوان ضرب المثل بارها شنیدیم ولی تعریفی نداشتیم و یا شاید هر کسی تعریفی براش داره. وقتی که توی اغلب ادیان قبله هایی دارن که در برابر این قبله می ایستند و عبادت میکنن و میدونید که یهودی ها قبله داشتن در بیت المقدس که وقتی که پیامبر به پیامبری مبعوث شد، بعد از سالها خداوند کعبه رو به عنوان قبله مشخص کرد برای مسلمانان و برای عبادت هر کسی در یک جایی روبروی خدا میسته و عبادت میکنه، سر به آسمان میبره، صحبت میکنه، راز و نیاز میکنه. ما در شبانه روز 5 بار مسلمانان موظف و معتقد رو به قبله میستن و عبادت میکنن، نماز میخونن و در مقابل خدا صحبت میکنند. این قبله جایی است که مسلمان ها رو به روی اون نماز میخونن، به طرف اون میخوابن و حتی در هنگام مرگ به طرف اون رو به قبله خوابونده میشن. یعنی پیوسته در تمامی طی زندگیشون با این مکان و اینجا روبرو هستند. چیزی که عوض نمیشه و ثابته و همیشگی هست. گاهی اوقات افراد از قبله به عنوان ضرب المثل صحبت میکنن. مثلا وقتی که فردی به شدت به یک مسئله فکر میکنه یا جدیت به خرج میده یا به تمامی دغدغه فکری اون مسئله اون هست، بعد این به عنوان ضرب المثل گفته میشه همه هم غم اون، قبله حاجت اون مثلا فرزندشه یا مقامشه یا تحصیلاتشه، پولشه، یعنی اون چیزی که دائما بهش فکر میکنه و وقتی که روبروی اون میسته تعظیم میکنه، خم میشه، دیگه خودش نیست. از قبله به عنوان یک صفتی صحبت میشه که تمامی وجود فرد رو تسخیر میکنه و در مقابل اون موضوع و یا مسئله بیتابه. کسی که به فرزندش دائما فکر میکنه، همه هم غمش اونه، همه زندگیش در حول و حوش اون میچرخه، برای اونه، در مقابل دیگران فقط از اون دفاع میکنه، فقط به اون فکر میکنه، میگن قبله اون فرزندش. کسی که برای پول، برای رسیدن به پول تا سر حد توانش میدوه، همه هستیشو برای اون میده، همسرشو و فرزندشو، اعتبارشو، پدرشو، مادرشو، میگن قبله اون پول بود. کسی که با ناموسش این چنین میکنه، کسی که برای مقامش حاضره همه کار بکنه تا برسه به اون جایگاه، به اون مقامی که در ذهنش هست، میگن قبله اون مقامشه، حاجتشه. از قبله به عنوان یک سمبولی که فرد رو تا حد اکثر توان میکشونه و تا حد اکثر قدرت برای اون کار، برای اون مسئله، برای اون میدوه. اینجا صحبت برای این هست که آیا ما تا حالا به این فکر کردیم که واقعا قبله فکری ما چیست؟ ما به چی فکر میکنیم؟ اونجوری که دائما دغدغه فکر ما هست، قبله فکری ما چیه؟ مکانه، همه حاجتمون، همه هممون 20 سال براش دویدیم که از شهری به شهر دیگه ای بریم، از کشوری به کشور دیگه بریم، قبله حاجتمون شد. آیا همه هممون، همه تفاوت‌هایی که میذاریم، همه وزر و به قولی معروف ظلم‌هایی که میکنیم برای اینکه فرزندمون برای اون خوشحال باشه، برای اینکه همسرمون، برای اینکه به احساساتمون جواب بدیم، برای اینکه به شهوتمون جواب بدیم، هم غم ما چیه؟ ما از خودمون پرسیدیم که کدوم مسئله است که بیشتر از هر چیز دیگه ما درگیرشیم؟ آیا حقارت ما نیست؟ اینکه بی محبتی هایی که ما کشیدیم قبله ما انتقام نیست؟ خشم نیست؟ ترس نیست؟ به چه چیزی ما زیادتر از هر مسئله و موضوعی فکر میکنیم؟
مطرح شدن منه. به همه چیزی دل خوشم من که مطرح میشم. از رنگ لباسم، از فامیلم، از درجه لباس پدرم، از اسم مادرم، از اجداد مادری. قبلم حاجتم اینه که من فقط مطرح بشم. مطرح شدن. قبله من اینه که من به اون پله‌ای برسم که یک پله بالاتر از پسر خاله و دخترم ممه. قبله فکری من چیه؟ که توی محیط کار اونقدر پیش برم که دیگری رو زمین بزنم. برای رسیدن اون پول هر کاری میشه بکنم تا تعداد رقم‌های پول توی حسابم بالاتر از برادر و خواهر و پسر خالم باشه. میبینید وقتی یک مسئله به شدت تمامی تفکر منو تسخیر میکنه، در این تسخیر کردن من روی خیلی چیزها میگذرم. گاهی اوقات از انسانیتم، از اعتقاداتم، از شرافتم، از حقیقتم، از سلامتم، از درست زندگی کردن، از اینکه با شهامت کنار دیگران باشم، از همه اینا میگذرم. گاهی اوقات قبله من میشه سکوت، خفقان داشتن، ترس، اضطراب. از همه چی میترسم. از همه کس همه چیز رو پنهان میکنم. از همه خجالت میکشم. از همه گریزانم. تنهایی، سکوت، حرف نزدن. اون چیزی که بیشتر از هر موضوعی دیگه ذهن ما رو تسخیر میکنه. فکر ما رو محدود میکنه. آزادی تفکرمون رو میگیره. این موضوع مطرح میشه به خاطر اینکه اون مسئله‌ای که در درون ما هست و ما رو به همه جا میکشونه تا حالا شاید بهش فکر نکردیم، نفهمیدیم که ما به چی فکر میکنیم. قبله فکری ما، قبله حاجت ما چیه؟ قبله رقابت‌های ما چیه؟ ما دارای چه نوع تفکری هستیم که هسته وجودمون رو میپوسونه، هسته وجودمون رو نابود میکنه. وقتی هسته وجودی ما در اثر فکرهای نادرست و داشتن قبله نادرست پوسیده میشه، پوسته دیگه بر ما نمیمونه. پوسته که اون جون ما هست، اون زندگی ما هست، اون رفتار ما هست، اون تفکر ما هست. وقتی قبله ما فقط میشه پول جمع کردن، قبله ما فقط میشه رقابت، میشه انتقام، دیگه در ارتباط ما با دیگران هیچ چیزی نمیمونه. شاید به ظاهر میخوایم یه پوسته قشنگی از خودمون داشته باشیم، یه رنگ و لعاب خوبی داشته باشیم، اما نمیشه. چرا نمیشه؟ چون پایه و اساس فکرمون، جهت قبلمون خرابه، اشتباهه. به نادرستی داریم حرکت میکنیم. در این حرکت همه تفکر ما باعث تخریب زندگی میشه. قبله ای رو که ایجاد میکنه، قبله ایست که ما رو به کج و وجیه زندگی راهنمایی میکنه. گاهی اوقات میایم یک تفکر دیگه ای رو ایجاد میکنیم، متوجه میشیم. امروز مطرح کردن این مسئله به خاطر که ما به خودمون بیاییم ببینیم موضوعات اصلی ما که بیشتر از هر چیزی دغدغه فکری ما رو گرفته، اون چیه؟ اون موضوعی که ساعتهای زیادی از عمر ما رو میگیره و ما رو ناخودآگاه دنبال خودش میکشه. در خلوت خودمون، جدا از زنمون، از شوهرمون، از پدر مادرمون، از فرزندمون. اون چی هست؟ ترس ماست، رقابت ماست، حقارت ماست، انتقام ماست، فرار از دیگرانه. این مسئله خیلی به ما بینش میده. چرا بینش میده؟ ما رو میذاره در خلوت خودمون. از 10 تا مسئله که بهش نگاه میکنیم میبینیم یکیش خیلی پررنگ‌تر از همه است. یکیش خیلی با توجه دارتر از دیگرانه. این یک مسئله که خیلی پررنگ‌تره رو تفکرات ما، رو رفتار ما و روی زندگی ما اثر میذاره. وقتی که من به ظاهر میخوام به دیگران کمک کنم ولی قبله من حفظ پولمه، قبله من خرج نکردنه،
در نهایت میبینید در همه ارتباطاتی که با دیگران دارم یه لک ارتباطی ایجاد میشه. یک تزویر، یک دروغ، یک تظاهر، یک خودنمایی، یک فرار و خیلی چیزای دیگه. وقتی که قبله درون من اینه که من به بالاترین کرسی برسم، با اینکه میخوام آدم خوبی بشم، ولی میبینی یک رقابت، یک تفاوت، یک رشوه، یک بی‌انصافی، یک بیرحمی و خیلی موضوعات دیگه که از یک حسه متعفن فکری برخواسته شده، از یک قبله نادرست ساخته شده، رفتارهای منو تحت تأثیر قرار میده. شاید به این واضحی تا حالا ندیده بودم که رفتارهم همه رفتارهایی نیست که اصلا دوستش دارم وقتی مطرح میشه، ولی وقتی در خلوت خودم قرار میگیرم میبینم چقدر کارهای خطایی کردم برای اینکه به فلان صندلی برسم، برای اینکه به یه جایگاهی بالاتر برسم. گاهی اوقات از خودم میپرسم قبله من چیست؟ کینه است؟ انتقامه؟ میبینی بسیاری از محبت ها رو نمیتونم جواب بدم، با اینکه به ظاهر میخوام محبت کنم، به ظاهر میخوام توجه داشته باشم، به ظاهر میخوام احساس داشته باشم، ولی نمیتونم درست عمل کنم به خاطر اینی که با کینه‌ای که داشتم عفونت ارتباطی ایجاد میکنم. قبله من میشه انتقام. از این خشمی که بهش توجه کردم، فکر کردم، حسه فکری ساختم. این حسه فکری باعث میشه که من یک تعفن ارتباطی ایجاد کنم و نتونم، با حالی که وقتی میبینم دیگران با صداقت با من عمل میکنن یا با خودشون چقدر رفتارهای خوبی دارن، حسرتشون میخورم. از خودم میپرسم چرا من نمیتونم داشته باشم؟ برای که قبله من خشمه، کینه است، انتقام. اینها چیزهاییه که ما به عمق مسئله شاید تا به امروز فکر نکردیم. شاید متوجه نشدیم که خیلی از موضوعات هست که ما رو زمین میزنه و توجه نکردیم به اینکه چقدر یک مسئله ما رو درگیر میکنه. بیایم ببینیم دیگران اطرافیان ما چه قبله هایی داشتن. وقتی که در خانواده صحبت میکردیم میدیدم بیشتر موضوعات مادرم صحبتش اینه که نسبت به زندگی دیگران کنجکاو بشه یا نسبت به زندگی دیگران کمک بکنه. تمامی هم و غمش این بود، محبت بکنه، توجه بکنه. در هسته فکری من این رو ایجاد کرد. یواش یواش در ذهن من قبله ساخت به نام کمک کردن. بیام ببینم پدر چگونه بوده، رفتار اون چگونه بوده، اطرافیان چگونه بوده، کسانی که توی زندگی ما اثر میذاشتن. شاید دختر همسایه گاهی اوقات که در رقابت با ما یا پسر همسایه در رقابت ما بود بیشتر از هر کسی دیگه روی ما اثر گذاشته. بیایم ببینیم اثرهای اونها چجوری بود، قبله های فکری اونها چگونه بودش، اونا به چه مسئله 99% ذهنشون رو درگیر کرده بود و در ارتباط من با اونها و در رقابت با اونها و در مقایسه با اونها این مسئله تو ذهنم اثر گذاشته. یک هوشیاری ما میخوایم پیدا کنیم، یک بیداری میخوایم پیدا کنیم و خودمون رو به گونه دیگه بسازیم. گاهی اوقات نگاه میکنیم ما در مسیری حرکت کردیم که خیلی بیراه رفتیم. خیلی افرادی که در سنین بالا قرار میگیرن وقتی باهاشون صحبت میکنیم میگیم اگر برگردی به آینده، به گذشته، دوست داری چه کارایی دیگه نکنی و دوست داری چه کارایی بکنی. درست همه چیزایی که براش میدویده و قبلش بوده به شدت ازش گریزانه و میگه اگر برگردم به گذشته این قبله هامو میشکنم، اینها رو خرابش میکنم، نمیخوام اینا رو داشته باشم چون ازش نتیجه نگرفتم. خیلی زیباست بریم بشینیم با افرادی که سنی رو گذروندن ازشون بپرسیم تو که الان 70 سالته، 80 سالته، 90 سالته، نگاه میکنی کوچه زندگیت داره باریک میشه و روزهای زندگیت به شمارش افتاده، دوست داری اگر برگردی چه کاری رو اصلا نکنی و چه کاری رو بکنی.
اگر فردی آگاه شده باشه، اگر پی برده باشه به عفونت هسته فکریش، میبینه از خیلی چیزا ناراحته و دوست داره خیلی از قبله ها رو بشکونه، نابود کنه، محوش کنه که فراموش بشه. اگر کاری رو نکرده دوست داره که اون کار رو انجام بده. این درس خیلی خوبیه برای ما که بریم بپرسیم. گاهی اوقات افراد نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه. وقتی کسی که تمام عمرش با خوردن مشروب میخواست به خودش آرامش بده و الانم که 70 ساله و 80 ساله، وقتی بگیم تو برگردی به گذشته، مسلما متوجه نمیشه، چون در دستش یه قبله متعفن داره و یک حسه پوسیده و نمیخواد این پوسته خراب و متعفنش رو کسی ببینه و بفهمه، یا هم خودشو گول زده و نمیدونه که نمیدونه. بنابراین در جهل مرکب ابدالدهر مونده و میمونه. اما یک کسانی که یک روزنه امیدی تو ذهنشون هست، یک لایه فکرهای خوبی دارن، یک قسمتی از هسته وجودشون هنوز سالمه، افسوس میخوره که چرا قسمت‌های رو بی خودی خراب کردم. ای کاش آگاه بودم. اگر کار کردم همه هم و غمم اینطوری بود که پول در بیارم، چرا انقدر دویدم که قلبی رو شکوندم؟ چرا انقدر دویدم که بچه همو نادیده گرفتم، زنمو نادیده، شوهرمو نادیده گرفتم؟ چرا بسیاری از روزها به خاطر حفظ این پول دلهای رو شکوندم و حقهای اجحاف کردم؟ چون یه روزنه هنوز وجودش هست و به دنبال اینه که اون روزنه رو پر رنگ تر بکنه و افسوس میخوره که چرا در این قسمتی سیاهی به سر برده و برای اون سیاهی ها چرا انقدر دویده و چرا خودشون نابود کرده. پی بردن به این روزنه ها و توجه داشتن به این روزنه ها باعث میشه که ما از پوکی و سیاهی و عفونت هسته های وجودمون و هسته های فکرمون فاصله بگیریم قبل از اینی که خیلی دیر بشه. وقتی که شما در یه مسیر قرار میگیرید، وقتی که شما در قطار زندگی هستید، پیوسته قطار در حرکته و شما هم توی قطار نشسته با منظره ها رو نگاه میکنی، اصلا فکر رو نمی کنی. یک جا میگن پیاده باید بشی، دیگه آخر خطه، تموم شد، از 70-80 گذشت، پیاده شد. انقدر محو سرعت زندگی بودیم که نفهمیدیم داریم از کدوم جهت به کدوم جهت میریم. جهت ما شمال بود به جنوب و برعکس ما حرکت کردیم. در این برعکس حرکت کردن انقدر در سرعت بودیم، هر روز صبح بلند می شدیم و تا شب انقدر توی ذهنمون قبله های آرزوها و امیالمون ما رو می دوند که فرصت نمی کردیم لحظه‌ای بنشینیم. امروز میخوام بشینیم یه لحظه فکر کنیم، یه مقدار در هر جایی هست، در هر ایستگاهی پیاده بشیم از این سرعت قدم، پیاده بشیم بشینیم فکر کنیم به کجا میخوام برم، قبله های فکری من چیست، من چه انتظاری دارم از خودم، من برای چه آینده‌ای میدوام، حاصل این دویدنم چیست، به کجا میخوام برسم، چقدر توش رقابته، چقدر توش حسادته، چقدر توش کم بوده، چقدر توش بخله و چقدر توش درد و رنج و برعکس چقدر درونش محبت، عشق، ایمان، صداقت. گاهی اوقات انقدر ما محو و دروغین موضوعات هستیم، انقدر خودمون رو گول زدیم، انقدر در قبله‌ای که هستیم قبله حاجت‌هایی رو ساختیم برای خودمون و رویاهایی رو برای رسیدن به این حاجت ساختیم که امر مشتبه شد اینا واقعیت داره ولی که بسیار دروغینه. امر مشتبه شد که حقیقت داره، درست دارم فکر میکنم، نه، برای که خواستیم خودمون رو گول بزنیم، بگیم نمیدونیم که نمیدونیم، واقعیت همینه. اما تا کی؟ بالاخره در یک لحظه یه متوجه میشیم، در مسیری که داریم میریم میبینیم که غلطه، حاصلش رو داریم میفهمیم. کاری که با دیگران کردیم، فرزندانمون، دوستانمون، هر خورده‌ای که به ما میگیرن نشونگر این که در مسیری که قرار گرفتیم اشتباه داریم میریم، به غلط میریم.
قبلمون رو قبله دروغینی ساختیم، خودمون رو گول زدیم، در اعتقادات، در کاری انجام دادنه. حتی گاهی اوقات ادعا میکنیم که داریم کمک میکنیم، ولی وقتی به درونمون میریم، قبله وجودمون و تفکرمون رو بررسی میکنیم، میبینیم تظاهره، میبینیم ناصداقتیه، میبینیم فرار از درونه متعفنه. بنابراین میخوایم امروز با اخلاص بشینیم سر سفره صداقت، بشینیم بدون تعارف، خودمون رو ببینیم ما میخوایم با خودمون کجا بریم. در این سرعتی که در قطار زندگی نشستیم و به اون مسیری که پیوسته فکر میکنیم، نهایتش کجاست؟ وقتی خبر از فوت یه عزیز میدن، فکر میکنیم فقط اون بوده که رفته؟ ما انتهای مسیرمون کجاست؟ آیا فکر کردیم؟ اصلا گاهی اوقات ما به این فکر نیستیم. انقدر شدت خاصه ها و انقدر قبله حوائجمون بزرگه که تمامی 360 درجه وجود ما رو تسخیر کرده. در هر طرف که میچرخیم اون قبله حاجتمون. اصلا فکر نمی کنیم که همه روزها و خاطراتی که بر همه گذشته به پایان رسیده بر ما هم میگذره و به پایان میرسه. چیکار میخوایم بکنیم؟ بیایم یک بار دیگه بررسی کنیم. قبله فکر من چیست؟ من به کجا میخوام برم؟ چه نتیجه میگیرم؟ امروز که 25 35 45 55 65 سالمه، چه نتیجه گرفتم؟ بیایم در خلوت خودمون در یک آرامشی بنویسیم قبله حاجات من چیست؟ من به چه چیزی بیشتر از هر مسئله و موضوع دیگه فکر میکنم و با این تفکر به کجا میخوام برم و چه نتیجه رو میخوام بگیرم. انشاءالله بتونیم به خودمون صادقانه کمک بکنیم و واقعیت درون خودمون رو در نزد خودمون روشن و برملا کنیم. کجاست آرامش؟ از کتاب میخواند ماهی آواز. آرامش داشتن یعنی آسایش مطلق، در بستر گرم خوابیدن، خوردن غذای لذیذ، پوشیدن لباس گرم در زیر برف. آرامش داشتن چتری بزرگ در زیر باران است. گفتگو از گذشته، ساختن رویاهای دروغین، پناه بردن به آینده، یافتن راه حل مشکلات. آرامش به اثبات رساندن داده هاست، با عشق عجین شدن است، دیدن خود در آینه واقعیت هاست، گذر از کوچه های موفقیت. آرامش دیدن محبت هاست. آرامش ساختن خانه از امید. آرامش درک حقیقت است. آرامش محبت کردن به انسان نیازمند است. موفق باشید. شما را به خدای بزرگ می سپارم.